چجوری پوست صورت بکشیم؟ خیلی آسونه. واقعا از اونجایی که 2 سری قبلی بخش پوست طراحیامو یه مقدار خراب کردم، پس اعتراف کردم پیش خودم که نرگس، نمیشه که تو دیجیتال آرت روی کاغذ پوست رو رنگ کنی یا شید کنی. و بعد تصمیم گرفتم که بگردم تو پینترست و امتحان کنم و یادش بگیرم. بعد به این نتیجه رسیدم که چرا همیشه آموزشام از پینترسته، چرا از یوتیوب نیست. یوتیوب که کامل تره، چرا خودمو گرفتار میکنم که بگردم تحلیل کنم با کدوم براش رنگ شده. این مثلا خب این 2 تا رنگ که میان روی هم دیگه آپاسیتیش رو چند بوده، خب چرا چیزی ننوشتن درباره. و از همین تریبونم تقاضا دارم از آرتیست های چینی که حداقل اسم براش رو به انگلیسی بنویسن. خب برگردیم سراغ کارمون. بنده یه آموزش مرحله به مرحله پیدا کردم و دم آرتیستش گرم، خیلی با جزئیات توضیح داده. اول از همه شما یه دایره میکشی. همه چیز از یه دایره شروع میشه با آپاسیتی 6 یا 7%. این رنگ قرار روشن‌ترین رنگ پوست باشه. این 2 رنگو چجوری اضافهش میکنید؟ 2 تا لیر جدید رو اضافه میکنید و رو حالت کلیپینگ میذارید. این رنگ که قرار اضافه کنید همون رنگ اصلی پوست قرار در بیاد. سایز براش هم 2/3 مرحله قبل باید بشه. و من اینجا رو گیر کردم چون که این آپاسیتیش رو 6 و 7. من بعد 10 سال وقت بذارم که فکر کنم فقط آموزش کشیدن همین دایره رو داده. رنگ دوم تیره رو اضافه میکنیم، 2 رنگ اول رو ما هم دیگه ترکیب میکنیم با استفاده از بلار. سایز قلم بزرگ باید باشه، همچنین آپاسیتی باید بره روی 100%، تیره ترین رنگ با آپاسیتی 60 یا 70%. چون الان کشیدمش به چشمم نمیاد، هرچند شکلش از دایره جهش یافته به تخم مو کج، اما حداقل راضیم از کارم. یه هنرمند طراحی بد نداره، فقط اینو کشیده که سری بعد بتونه بهتر بکشه. هیچ وقت خودتون نبازید، میتونین براش چشم و لب و بینی هم بکشین.